استقلالیت دولتی کشور و عملهای مربوط به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در شهر لیوکن یک قطار عملهای سازندگی ادامه دارد که در این راه ساکنان و صاحبکاران محلی سهم مناسب میگذارند. راه ماشینگرد اهمیت محلی داشته دهه مهرآباد جماعت دهات گلستان که طول سالها به تعمیر نیاز داشت، اکنون با تشبث ساکنان همین دهه عائله عزیزفا مبلغ جمع آورده خویش را در بنیاد این راه مصرف نمودند و در این اقدام خیر از جانب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان تکنیک‌های ضروری ساحه سفربر گردیدند. همین سال می‌آمدیم حج رفتن مقصد داشتیم. برای ما گفتیم که نه همه بیا همین راه آباد کنیم. اول ما همین مشکلی مردم آسان کنیم. ایده کار ثواب نیست. یگانه ای همه ده وظیفه یا که همین کار ثواب یکم راه سازی، دوم پل سازی، سوم مردم مشکلش آسان کردن. عائله عزیزفا اقدام گرفتن که مبلغی که برای سفر حج جمع آوری نموده بودند امروز سفر حج نکردن و برای آبادانی رشد دهات در محله خودشان زیاده از 70,000 سومانی مبلغ رو راه رو اسفالت پوش نموده ایستادند و در آینده اقدام دارند که باز عاید آبادانی هم رشد دهات محله سهم خود را گذارند. راهی مذکور بیش از 1 کیلومتر را در بر گرفته می‌باشد برای رفته‌های واسطه‌های نقلیاتی در همه فصل‌های سال خدمت می‌رساند. طور مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگرد اطلاع دادند دوام سال روان چنین اقدام آبادانی در سمت بهگردانی وضع راه‌های ماشینگرد یگانه نبوده، در دیگر محله‌ها نیز با جانبداری و حصه‌گذاری اهل جماعتچگی موفر و سنفرش‌کنی راه‌های تعمیرطلب و کارناشایان گردیده به انجام رسانیده شده است. رویدادی در انتظار ساکنان دهه‌های هلالی 1 و هلالی 2 جماعت دهات هلالی ناحیه خراسان عملی گشت و اکنون به ممانعت از بالای کانال آبگذاری بین دهه‌ها رفت و آمد می‌نمایند. این اقدام نیک از جانب ساکن 80 ساله دهه حاجی گلمراد سفرов در دایره بیش از 50,000 سومانی عملی کرده شد. این فرد وطندوست و سخاوتپیشه بابای گلمراد از حساب مبلغ‌های پس‌انداز نموده خود در یکجایگی با اهل عائله که مقصد سفر خانه کعبه را داشت مشکلات همدهگانش را به نوبت گرفته مبلغ جمع آورده‌اش را در این کار خیر و آبادانی یک گوشه میهن صرف نمود. از حساب مبلغ‌های پس‌انداز نموده نفقه‌اش و خود همسرش همین پول رو برای ما ساخته داد. دهه هلالی و 1 و دهه هلالی 2 رو با هم پیوست کرده است با واسطه من یک پل ماشینگذار. طبق اطلاع بخش معماری ناحیه پل ماشینگذاری تازه بنیاد 16 متر درازی و بیش از 4 متر پهنایی داشته برای رفته‌های واسطه‌های نقلیاتی مساعد میباشد. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بهر استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به همین مانند عملهای بنیادکارانه در ناحیه خراسان از جانب صاحبکاران و ساکنان همت بلند انجام داده میشوند. باز یک عائله دیگر نیز هست در همین جماعت دهات هلالی از دهه هلالی که یک تا بنگاه طبی از امین حساب سفر حج و مردم ساخته دهات علاقه ساختمانش سر شده است. در دهه نوزمین جماعت دهات صدرالدین عینی ناحیه نیز از جانب برادران سعیدوف‌ها که به صاحبکاری مشغول میباشند یک مرکز سلامتی دهاتی با 7 اجرای کاری ساخته مورد استفاده قرار داده شد. در کارهای ساختمانی بنای تازه بنیاد مرکز سلامتی برادران از حساب پس‌اندازهای خود که نیت زیارت خانه کعبه را داشتند 290,000 سومانی صرف نمودند. ما عائله سعیدوف‌ها 6 اکای دلار با نیت سفر حج داشتیم. ما مصلحت کردیم که مبلغ‌های جمع کرده برای حج یا مرکز سلامتی برای جای کار 12 نفر شدیم. ما میناداری خود را با عائله سعیدوف‌ها میرسانیم که ما با چنین بیمارخانه حاضر زمان تامین نمودن. در این بیمارخانه ما حجره‌های خدنسوز، حجره‌های زنانه، حجره‌های لابراتوری داریم. بینای مرکزی سلامتی را سهامگذاران در مساحت 3 صدیق در حدود زمین نزدیک حولگیشان بنیاد کردند که بعد در آن 12 نفر متخصصان ساحه کار و فعالیت کرده به ساکنان خدمت با صفت طبی میرسانند. بینندگان گرامی اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر خانه آباد و سربلند بمانید.